زنگ اومده. سلام نارو، کجایی؟ شنیدم جمون برگشته. سعی کن به اون کسکش اجازه نده بیاد داخل. حواست جمع باشه. چشم قربان این عوضی الان جلوی در ورودی ایستاده. هر چه بهش میگیم برگرد بر نمیگرده. چیکار کنیم؟ بهش اجازه نده. چون من اون بهت گفت نمیتونه بیاد داخل. اگه از اینجا بره سرتو قطع میکنم. از همون راهی که اومدی برگرد. حواست جمع باشه. برو گم شو، تو دیگه کسی. بریم قربان. اون کسکش که داره میاد، بکنه اون ناروی عوضی اجازه داده بهش. بذار به جمون زنگ بزنم کجاست؟ چی کار میکنه؟ سوسولو زنگ زده؟ اینم عجب وقتی گیر کرده ها. من الان چطور میتونم جلوی امپراتور صحبت کنم باش؟ بهتره پرتش کنم. سلام جمونگ، خوبی؟ حالت چطوره؟ نگرانتم. میخوام برات یه جوک تعریف کنم. بانوی من ببخشید، من الان جلوی امپراتورم، میخوام ازش خواهش کنم گنکاریامو ببخشه. بعداً بهت زنگ میزنم. ای کوسکش، کجا بودی تو هنوز؟ فکر کنی از ترس سربازای هانت بایم شده بودی؟ حالک کردم، گوه خوردم قربان. بانوی من چرا این کارو میکنی؟ اون روز جلوی امپراتور زنگ دادی کم بود منو تنبیه کنه. دیگه خواهش میکنم از این کارا نکن. فهمیدی؟ ناراحت شدی؟ ببخش بانوی من، شوخی کردم.